امروز خیلی ترسون و لرزون یه بنده خدای وارد مغازه شد، یه آقای جوون مثل یه آقایی که داره پارک میکنه، خیلی عجیب پارک کرد. دلیلشو پرسیدم ازش، گفتم چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آقا به خدا یه دونه سیگار افتاده اینجا سوخته، میترسم مامانم ببینه ماشین مال مامانمه و دعوام بکنه. منم بهش گفتم هیچ نگرانی نداره، به احترام تمام مادران این سرزمین اول لایکو بکوب، بعد سابو بزن، زنگوله، یه کامنت هم به احترام مادرها بذار تا این رو بریم درستش کنیم جوری که مثل روز اولش بشه و مادرش اصلا متوجه نشه. اولین کاری که میکنیم از خدا میخوایم که خدایا کمکمون کنه این کار رو انجام بدیم. از بالا یه دونه تیغ میاد میگه چیکار کن؟ اینجاها رو برش بزن و این کار رو در بیار. پس بریم توی کار. برای اینکه هم مشتری هم خودم از دست دمپایی که مامان قراره پرت کنه در امان بمونیم، پس به بهترین شکل ممکن ما این تودوزی رو از این جدا کردیم. حالا نوبت کاری که میرسه اینه که کاملا جوری ببریم که اصلا مشخص نشه این تعویض شده. پس چی کار میکنیم؟ گل‌ها رو نگاه میکنیم. این چیه؟ گل. این چیه؟ گل. پس چیه؟ گل جفتشون به یک سمته. پس حالا چیکار میکنیم؟ برش میزنیم. برش اگه درست نباشه مامان با دمپایی در انتظاره. قشنگ اندازه میکنیم، قرار میدیم. چیزی هم که استفاده میکنیم آستر داره، راحت زیر چرخ میره، در صورتی که مال خودش نداره. پس میخوایم کاری بکنیم که دیگه واقعا از دمپایی راحت بشیم. چیکار میکنیم؟ اینجوری اندازه میکنیم، بدو قیچی رو برمیداریم، میایم شروع میکنیم به بعدش میایم بریم زیر چرخ خیاطی. برشو زدیم، تموم شد. قسمت سوخته با آشغالی، قسمتی که مونده ورش میداریم. خیلی آروم و با احتیاط مسیر رو طی میکنیم به سمت چرخ خیاطی. زیر چرخ خیاطی باید چیکار بکنیم؟ درجه چجوری باشه؟ سوزن نخ چه شکلی باشه؟ همه رو الان بهتون توضیح میدم. بهترین درجه بهتره که بین 4 تا 6 باشه. معمولا 4 تا 6 خیلی اوکیه. اولین مرحله اینو میزنی، سلطان بیدار شد. این چراغ رو هم میزنیم. تمام. بریم تا اینو پارکش کنیم گوشیمونو تا بتونه قشنگ بگیره. گوشیمونو مثل ماشین پارک کردیم و میایم کارش. اولین کاری که باید بکنیم اینه که قسمت هایی که خیلی حساسه رو اول از همه بدوزیم. حساس ترین بخش کجاست؟ قسمت جلویی، همون جایی که سوخته بود. پس چه کار میکنیم؟ میایم خیلی شیک و مجلسی کارمون رو قرار میدیم به این صورت و شروع میکنیم به دوخ زدن. از هر سمتی که راحت ترید بدوزید. معمولا از سمت راست که زیر چرخ خیاطی راحت تر میره بدوزین راحت ترین. خب لبه ها مشخصه دیگه. این سمت راستیه قشنگ باید روی این لبه قرار بگیره به این شکل و بره زیر چرخ. به این صورت لب به لبش میکنیم و خیلی راحت میرمش زیر چرخ خیاطی. وقتی که رفت زیر چرخ کار ما دیگه راحته. سرقائمی اول فراموش نشه. سرقائمی و به همین منوال میایم جلو. حواسمون هست خرابکاری نکن. بله. سرقائمی آخر، برش و یک سمت رو دوخت زدیم. تمام. حالا برای اینکه کارمون تمیزتر بشه باید قسمت جلویی رو هم دوخت بزنیم. پس چیکار میکنیم؟ به این شکل قرارش میدیم، به این صورت قرارش میدیم، تمیز اندازه میکنیم ببینیم آیا اندازه هست یا نه. بله، به اینجا هم رسید. درست. خب پس میایم چیکار میکنیم؟ دوباره این سمت الگو رو قرار میدیم به این شکل و میکنیمش زیر چرخ. منتها چون الان اینجا ما دید نداریم پس این رو به این شکل از جلو تنظیم میکنیم و از عقب میدوزیم. مثل رونالدو چپ رو نگاه میکنیم، راست رو میزنیم که راحت‌تر بره زیر چرخ خیاطی دیگه. جا دوختش هم ببینیم که یه موقع اشتباه نزنیم. به این صورت این رو هم
میکنیمش زیر چرخه. این فوت کوزه‌گریه، فوت میکنی نخ میره به این شکل. حرکت رو سرقائمی اول، و تا انتها. هر کاری که من میکنم شما هم انجام بدید، کار به تمیزترین حالت ممکنش اجرا خواهد شد. سرقائمی و تمام. حالا مونده قسمت جلویی. این قسمت جلویی الان اگه نگاه کنید خیلی تمیز، همه جا دوخت خورده و مونده فقط قسمت جلو. این رو هم لب به لب میکنیم. آماده سازی زیر چرخ، یه مقدار عقب تر از جایی که دوخت و شکاف زدیم قرارش میدیم و سرقائمی رو فراموش نمی کنیم و به همین شکل با 1 سانت فاصله کارمون رو اجرا میکنیم. به همین صورت که میبینید. خب به این قسمت که رسیدید، اینجا رو شکلی قشنگ صاف و صوف، تر و تمیز، جوری که دمپایی پرت نشه سمتمون قرار میدیم. به همین شکلی که الان دارید مشاهده میکنید و خب تمام. سرقائمی آخر، برش و آخرین جایی که مونده باید دوخ بخوره، قسمت انتهایی که بازش کردیم. به همین صورت از یک سمت شروع میکنیم به دوخ زدن. حالا از هر سمتی که خودتون راحت ترید. من از سمت راست راحت ترم، از سمت راست دوخ میزنم. یه دونه اینجا گره داره، اینو بازش میکنیم که قشنگ بره زیر چرخ. این طرف رو هم نگاه میکنیم ببینیم داره یا نه، که خب اینجا احتیاجی بهش نیست. از همین ور، از آخرین دوختی که خورده میذاریم زیر چرخ خیاطی، تنظیم ماست باشه. حالا هر چقدر اضافه بیاد مهم نیست. سرقائمی صاف و اینو مستقیم میریم تا انتها. سرقائمی تمام بریم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب دوخت رو انجام دادیم، تموم شد و خدا رو شکر از خشم مادر جلوگیری شد. این قبلشه، این هم بعدش. بدون هیچ گونه تفاوتی شما میتونید قشنگ این کار رو انجام بدید. لبها میل به میل دوخت خورده و هیچ گونه اضافه‌ای نداره. الگو هم طبق الگوی خودش. تنها تفاوتش یک مقدار تمیزی این کار هست که این چند وقت استفاده شده کثیف شده، این هم استفاده نشده و نوع. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده بدید. با لایک و کامنت صاحب از ما حمایت کنید. دوستتون دارم. فعلا خدایا رو نگهدارتون.